اگر بخوای سطحی زندگی بکنی چیزی به نام دارک وجود نداره، همش نرمال و هوا خوب و زندگی خوب و خوشحالی با اون قضیه. ولی اگر میخوای خیلی رشد بکنی میری تو تاریکی. من تو تاریکی میرم، من 10 سال اون تو هم دارم خودم رو رشد میدم، دارم خودم رو با خودم پرورش میدم. هر چقدر که تاریک‌تر میرم پایین‌تر، خودم رو میشناسم، خودشناسی میکنم، چی کار باید بکنم چی کار نباید. در مورد خودم حاجی، من در مورد مردم اصلا کاری ندارم. اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس باید دیوانه‌وار باشه توی انسان. مثل منم دارم تمرین میکنم که بهتر بشم حاجی. صبر و دیسیپلین، یعنی هر روز باید فوکس باشی، باید خیلی کارا رو نکنی. این 1 ساله از خیلی چیزا گذشتم و همچنان هم میخوام ادامه بدم. باور دارم به چیزی که قرار اتفاق بیفته. یعنی روی نوشتم گفتم خدایا کمک کن کسایی که درگیری با خودشون دارن و به کسی نمیتونن بگن